سلام دوستان، من امین معینی هستم، کارشناس بازارهای مالی و میخوام درباره موضوعی براتون صحبت کنم که شاید دغدغه خیلیاتونه. این بحث تحریم ها و مکانیزم ماشه. البته این بخش از مکانیزم ماشه که تأثیری بر حسابهای بانکی ایرانی های مقیم خارج از کشور داره یا نه، به اون هم میپردازیم. مسئله ای که هستش این بحث تحریم ها و مکانیزم ماشه در واقع ممکنه که تورم ایجاد کنه، ولی فراموش نکنید که همیشه در بازارها، یعنی در بازارهای مالی، اخبار پیشخور میشه. پیشخور یعنی چی؟ یعنی قبل از انتشار رسمی خبر تأثیر اون در بازارهای مالی مشاهده میشه. مثل یک یا دو روز پیش که نوسانهای بازار شدت گرفت، دلار تا قیمت 113,000 تومان رفت بالا و بعد از اینکه اخبار منتشر شد تقریبا کمتر از 2 روز، بیشتر از 1 روز و کمتر از 2 روز، یعنی حدود 30 تا 35 ساعت ما یک کاهش قیمتی تقریبا 6-7 هزار تومانی در قیمت دلار داشتیم و امروز مجددا دلار به کانال 111 تا 112 هزار تومان برگشت. من شب عید نوروز همین 1404 بود که خدمت مشتریامون عرض کردم، یه دونه استوری گذاشتم توی استاتوس واتساپ و خدمتشون عرض کردم که در نیم سال اول 1404 ما کاهش قیمت در دلار یا نوسان در رنج 80,000 تومان تا 90,000 تومان رو خواهیم داشت و در نیمه دوم جهش قیمت دلار رو خواهیم داشت. بازارهای مالی همیشه به شما میگن که در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی دقیقاً مشخص نمیکنن که چه چیزی باعث تورم میشه یا چه چیزی باعث افزایش قیمت دلار میشه. من صرفاً از روی چارت میدونستم که نیم سال دوم 404 ما افزایش قیمت خواهیم داشت که بر اساس این مکانیزم ماشه این پتانسیل آزاد شد و همین هفته پیشم بود که گفتم دلار رو بخرید 100,000 تومان، شب عید بفروشید 120,000 تومان. پس من فکر میکنم تا شب عید حداقل قیمت دلار روی 120,000 تومان باقی بمونه، ولی توی این شرایط نباید احساسی عمل کنید. یعنی نباید بیایید دلار 113,000 تومانی 112,000 تومانی بخرید با کل سرمایه‌تون و ممکنه حالا به هر دلیلی دلار ریزش کنه و متضرر بشین، بلکه باید سرمایه‌تون رو به 5 قسمت تقسیم کنید و دلار مثلا توی 2 مرحله یا 3 مرحله بخرید در قیمت‌های متفاوت. مثلا الان دلار 112,000 تومانه، به صورت شفاف و موشکافانه خدمتتون عرض میکنم. الان که دلار 112,000 تومانه، 10% 15% از سرمایه‌تون رو خرید کنید، الباقیشو بذارید نقد باشه. اگر دلار اومد رو 108,000 تومان، دوباره یه 15% دیگه خرید کنید. اگر رفتش روی 116,000 تومان، دوباره یه 15% دیگه خرید کنید. یعنی اگر که قیمت بالا رفت و شما تو قیمت‌های بالاتر خریدید، اون خریدهای قبلی براتون میشه سود، و اگر قیمت ریزش کرد و تونستید تو قیمت‌های پایین‌تر بخرید، این خریدهای جدیدتون براتون میشه سود، که اصطلاحاً به این میگن میانگین کم کردن. این از بحث خرید دلار. اما در کنار خرید دلار ما سرمایه‌گذاری‌های دیگه‌ای هم داریم، مثل خریدن ملک، مثل خریدن طلا، مثل خریدن ارزهای دیجیتال که من خیلی توصیه میکنم. با اون بخش از سرمایه‌تون که گفتم 5 بخشش کنید، 2 یا 3 بخشش رو دلار بخرید، 1 یا 2 بخش باقی مانده‌شو میتونید توی ارزهای دیجیتال و توی طلا یا توی ملک و طلا تقسیم کنید، که وقتی به این مرحله برسید اصطلاحاً میگن سبد سرمایه چیدن. توی شرایط فعلی کشور ما که نمیدونیم آینده این اتفاقات سیاسی دقیقاً چی میشه، بهترین کار چیدن یه سبد سرمایه گذاریه که اگر دلار ریخت، طلا ارزش سرمایه‌تون رو حفظ کنه. اگر دلار و طلا با هم ریخت، ملک ارزش سرمایه‌تون رو حفظ کنه. اگر ملک ریخت و طلا ریخت، دلار ارزش سرمایه‌تون رو حفظ کنه و به سیف ترین حالت ممکن میتونید این سبدتون رو تشکیل بدید. و اما خطری که حساب بانکی ایرانی‌های مهاجر رو تهدید میکنه. کشورهای عربی همیشه کاسه داغ‌تر از آش بودن. یعنی هر تحریمی که گذاشته شده، کشورهای عربی به شدت بیشتری اونو برای ایرانی‌ها لحاظ کردن. الان هم که بر اساس این فعال شدن ماشه که گفتن دیگه به صورت کامل داریم تحریم میشیم، یعنی حتی حساب بانکی خارجی ایرانی‌ها رو هم دارن مسدود میکنن، خیلی کشور امارات، قطر، عمان اینا خیلی دارن سختگیری میکنن و عمدتاً حساب ایرانی‌ها متاسفانه صحبت بر این هستش که مسدود میشه. در کشور ترکیه هم زمزمش هست که حساب ایرانی ها رو مسدود میکنن. به هر حال تمام کشورها
موظفن که به ما خدمات ندن. اما کشور ترکیه بر اساس رابطه خوبی که با دولت ایران، با کشور ایران داره و خیلی اختلاف سیاسی حادی با هم دیگه ندارن، ترکیه هم باید از قوانین بین المللی تبعیت کنه، اطاعت کنه، همین که نمیخواد رابطه‌شو با ایران خراب کنه. پس بنابراین میان این قانون بستن حساب‌ها رو محدود میکنن به فعالیتی که افراد خارجی با حساب‌هاشون دارن انجام میدن. من خیلی قوانین بانکی امارات و کشورهای عربی رو مسلط نیستم، بنابراین اظهار نظر رو بیا توی ویدیوهای بعدی خدمتتون عرض میکنم با تحقیقاتی که میکنم، یا بهتری که از کسایی سوال کنید که اونجا زندگی میکنن. ولی در کشور ترکیه به صورت شفاف میخوام خدمتتون عرض کنم که ایرانی هایی که داخل ترکیه حساب ارزی دارن، یعنی داخل ایران ما واحد پولیمون ریال هست و حساب ارزی هم توی بانک ملی میتونید باز کنید، ولی به خارج از کشور ایران نمیتونید انتقال بدید. صرفا میخوام براتون جا بندازم که در ترکیه حساب ارزی چیه. داخل ایران واحد پولی ریاله و شما میتونید حساب ارزی باز کنید یا دلار یا مثلا یورو هم داخل حسابتون بریزین. داخل کشور ترکیه واحد پولیشون لیره، بنابراین حساب‌های ارزی هر پولی میشه غیر از لیر که واحد پولی خود کشور ترکیه است. یعنی شما اگر نقل و انتقالات لیری داشتید، فقط لیر توی حساب انتقال دادید برای کسی یا دریافت کردید از کسی، خیلی خطر تهدیدتون نمیکنه. ولی عزیزانی که با حساب‌های ارزیشون زیاد کار کردن داخل کشور ترکیه، مثلا از حساب دلاریشون برای یه شخص دیگه دلار زدن یا مخصوصا از حساب دلاریشون به یک کشور دیگه سویفت زدن، اینا میرن زیر ضرربین. احتمال داره موقتا حسابشون مسدود بشه و بانک ازشون آچیکلاما بخواد. توی کشور ترکیه آچیکلاما همون توضیحات هست معنیش، یعنی شما باید برید بانک دیتیل بدید که من این دلار رو بابت چی ارسال کردم یا فعالیت به خصوصی نداشتم و صرفا یه فعالیت شخصی داشتم با یه شخص دیگه، مثلا توی انگلیس یا مثلا توی امارات. پس بنابراین توصیه میکنم تا وقتی که این خیلی قوانینش مشخص نشده، این تاثیر مکانیزم ماشه همه چیز شفاف نشده، نقل و انتقالات ارزی مثل دلار، یورو، پوند انجام ندید با حساباتون. عزیزانی که داخل کشور ترکیه ساکن هستن، روی صحبتم با اونهاست، خیلی نقل و انتقالات ارزی نداشته باشید، بیشتر همون نقل و انتقالات لیر رو داشته باشید که واحد پولی کشور ترکیه است و تراکنش بین المللی حساب نمیشه. یه عزیزای دیگه هم که کار کریپتوکارنسی انجام میدن، کار ارزهای دیجیتال انجام میدن یا هزینه‌های ترکیهشون رو، زندگی در ترکیهشون رو از طریق ارزهای دیجیتال تامین میکنن، حتما تتری که دریافت میکنید یا اتریومی که دریافت میکنید یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای که دریافت میکنید، حتما از یه منبع مطمئن باشه. مثلا اگر دارید تتر دریافت میکنید، مطمئن باشید که اون صراف یا اون اکسچنجی که دارید ازش تتر میگیرید ارتباطی با ایران نداشته باشه. ما از دو روش لو میریم که وصلیم به ایران. یک روش آی پی کشورمون هست، آی پی اینترنتمون هست که به واسطه وی پی اس یا همون وی پی ان های ثابت میشه مثلا وی پی ان ثابت کشور ترکیه رو خرید و همیشه با همون کانکت شد. این راه حلشه و اگر با آی پی کشور خودمون مثلا وارد یه اکسچنج ترکیه‌ای بشیم، به راحتی قابل تشخیصه که این کانکشن از ایران هست. راه دومی که تشخیص میدن آدرس های ولتی هستش که شناسایی شده و توی بلک لیست بین المللی ثبت شده، مثل آدرس صرافی نوبیتکس که یه صرافی ایرانیه، تمام آدرس هاش داخل بلک لیسته. صرافی آبان تتر، صرافی تبدیل، اینها همشون آدرس ولت هاشون شناسایی شده و اگر شما مستقیما از این صرافی های ایرانی تتر بزنید مثلا به پاریبو که یه صرافی ترکیه‌ای هست، در جا اکانتتون مسدود میشه. حتی اگر اونو لیرش کنید و تو حساب بانکیتون بردارید، به احتمال خیلی زیاد حساب بانکیتون هم مسدود میشه. دو تا راه دارید، یا باید با یه صراف مطمئن کار کنید، من در این زمینه میتونم راهکار امن ارزی به صورت آنلاین خدمتتون ارائه بدم، و راه دومش شستن اون تتریه که دارید انتقال میدید. اونایی که به ارز دیجیتال مسلطن احتمالاً راههای شستن اون تتر یا ارز دیجیتال رو بلدن که بتونن ردش رو پاک کنن که مشخص نشه این از ایران اومده. ولی عزیزانی که خیلی تخصص کافی ندارن، من توصیه میکنم با یه صراف مطمئن، با صرافی که اطمینان داشته باشید درست کار میکنه، کلاهبردار نیست. حالا من توی ویدیوی بعدی که میخوام راههای شناسایی کلاهبردار رو خدمتتون عرض کنم، این موضوع رو حتما بهش میپردازم که خیلی ها کلاهبردارن، خودشون رو صراف معرفی میکنن و پول شما رو میگیرن و بلاکتون میکنن. اول از همه احتیاط کنید که با این اشخاص کار نکنید و دوم
صرافتون رو ازش مطمئن باشید که آدرس والتش آدرس والت تمیزیه. بنابراین اگر این قوانین رو رعایت کنید برای دارایی هاتون خارج از کشور یا برای نقل و انتقالات بین المللی، همیشه در امان خواهید بود، در امنیت خواهید بود. ولی اگر که اینها رو رعایت نکنید، احتمالش زیاده که حساب بانکیاتون بره زیر ذره بین یا حتی بانک‌های ترکی حساباتون رو مسدود کنن و ازتون توضیحات بخوان. در ویدیوهای بعدی اگر نکته‌ای باشه که مربوط به این تحریم‌ها باشه، مکانیزم ماشه باشه یا هر اخبار سیاسی دیگه‌ای که بتونه روی زندگی ماها تاثیر بذاره، روی زندگی افرادی که توی ایران یا خارج از ایران زندگی میکنن تاثیر بذاره، حتما نکات مهمش رو خدمتتون توضیح میدم و راه‌های تشخیص کلاهبردارها رو هم در ویدیوهای بعدی خدمتتون توضیح میدم. مراقب خودتون باشید، مراقب کیف پولتون باشید. امیدوارم که هر چه زودتر این اختلافات سیاسی از بین بره تا ما ملت‌ها، چه ایرانی چه غیر ایرانی، بتونیم با صلح با هم دیگه زندگی کنیم. تمام اختلاف‌ها فقط به قدرت‌ها داره برمیگرده و ناخواسته گریبانگیر ملت‌ها هم شده. موفق باشید. بدرود.